توی این قسمت می‌خوایم انواع روش‌های خوندن از دیتابیس رو با استفاده از اینتیتی فریمورک کور تجربه کنیم. قبلا همین کارا رو با ADO.NET و با نوشتن کلی کد انجام میدادیم. ولی حالا با کد خیلی کمتر میتونیم داده هامون رو از دیتابیس واکشی کنیم. سلام، من امیدم و توی این ویدیو می‌خوایم یاد بگیریم که چطوری با استفاده از EF-Core داده ها رو بخونیم، با لینک فیلتر کنیم و مرتب سازی انجام بدیم، کوئری های تولید شده توسط EF رو ببینیم و در نهایت تفاوت EF-Core با ADO.NET رو خیلی ملموس‌تر درک کنیم. توی قسمت قبلی اومدیم DB Context و مایگریشن هامون رو ساختیم. از اینجا به بعد EF-Core رسما وارد پروژه‌مون میشه و دیگه با لیست کار نمی‌کنیم. همه چی قراره که روی دیتابیس واقعی اجرا بشه. تا اینجا ریپوزیتوری ما کاملا سینک بود. این عملیاتی که ما اینجا انجام میدادیم به خاطر اینکه از لیست استفاده میکردیم خیلی سریع انجام میشد. به این خاطر احتیاجی نبود که بیایم متد هامون رو به صورت ایسینک تعریف کنیم. اما وقتی داریم با یه دونه دیتابیس واقعی کار میکنیم بهتره که متد هامون ایسینک باشه، چون عملیات دیتابیس ممکنه زمان بر باشه و ایسینک باعث میشه که ترید های ما بلاک نشن. پس امروز قراره بریم اول این متد های سینک رو تبدیلش کنیم به متد های ایسینک و بعد بریم به جای این لیست از EF-Core استفاده کنیم تا بتونیم داده هامون رو از دیتابیسمون واکشی کنیم و بخونیمشون. برای شروع و برای اینکه این ریپوزیتوری هم اینجا نگهش داریم، من میخوام یه دونه کلاس دیگه درست کنم و بعدا میخوایم تفاوتش رو با هم دیگه مقایسه کنیم. پس اینجا توی ریپوزیتوری یه دونه فایل درست میکنم، یه دونه کلاس جدید، اسمشو میذارم post repository EF. بعدا این نسخه قدیمی رو حذفش میکنیم و اسم اینم درستش میکنیم و این پست ریپوزیتوری ما قراره که از آی ریپوزیتوری ارث‌بری کنه، از آی پست ریپوزیتوری. قبل از اینکه متد ها رو شروع کنیم به ایمپلمنت کردن، من میام اینجا و اینا رو تبدیلش میکنم به متد های ایسینک. خیلی خوب، حالا که این کار رو انجام دادیم لازمه که بریم تو این پست ریپوزیتوری EF که ساختیم اینا رو پیاده سازی کنیم. پس اینجا من اینو ایمپلمنتش میکنم و قسمت اول کارمون انجام شد. حالا لازمه که بریم دونه دونه اونا رو پیاده سازی کنیم و به جای اینکه مثل این ریپوزیتوری که اینجا داشتیم بیایم از توی لیست بخونیم، بریم اینا رو از توی دیتابیسمون با استفاده از EF-Core بخونیمشون. اولین کاری هم که لازمه اینجا انجام بدیم اینه که بیایم این DB Context رو که توی ویدیوهای قبلی با هم دیگه ساختیم، بیایم به این کلاس پست ریپوزیتوری که الان درست کردیم اینجکتش کنیم تا بتونیم از این DB set که قبلا توضیحش دادیم چیه استفاده کنیم و ببینیم چطوری میتونیم با استفاده از این به جدول دیتابیسمون دسترسی داشته باشیم و بتونیم مقادیرش رو بخونیم. یه فیلد میسازم و حالا کافیه که با استفاده از کانستراکتور اینو اینجکتش کنیم به این کلاس. حالا که این کانتکستمون رو اومدیم اینجکتش کردیم به این کلاس ریپوزیتوری، راحت‌تر میتونیم به اون پراپرتی DB set که اینجا داشتیم دسترسی پیدا کنیم و بیایم اطلاعاتمون رو بخونیم. خب حالا لازمه که بریم سراغ پیاده سازی متدها. برای پیاده سازی متدها اول اصلا میخوایم از متد getAll شروع کنیم که راحت ترینش هست. این متد getAll کاری که قرار انجام بده اینه که بیاد یه لیستی از پست ها رو ریترن کنه. خب و برای اینکه ما بتونیم به لیست پست هامون دسترسی داشته باشیم با استفاده از EF-Core کافیه که من با استفاده از این کانتکستی که اینجا ساختم بیام بنویسم کانتکست و بعد یه دونه پست داشتیم که اگه یادتون باشه این پست ما یه دونه DB set بود و اینجا میتونیم با استفاده از متد toListAsync که EF-Core برای ما فراهم کرده استفاده کنیم. اینجا این پستی که ما داریم میبینیم یه دونه DB setه و لیست نیستش. ما تو اون ریپوزیتوری قدیمیمون یه دونه پست داشتیم که اینجا می اومدیم اونو میگفتیم که این پست تو لیست و این پست ما یه آی انومربل بود که اینجا تبدیلش میکنیم بدون لیست. ولی اینجا این پست ما یه دونه DB سته و این تو لیست ایسینکی هم که اینجا نوشتیم تو دیتابیس اون داره اجرا میشه. حالا کافیه که این چیزی که اینجا داریم اونجا ریترنش کنیم. پس من اینجا یه دونه ریترن میذارم. خب این چیزی که این متد رو برمیگردونه اون چیزی که ما لازم داریم. حالا اینو اویتش هم میکنیم که نتیجه دلخواهمون رو اینجا داشته باشیم. متد بعدی که میخوام بریم سراغش متد getAllByOrder. getAllByOrder کاری که انجام میداد این بود که ما میومدیم لیست پست هامون رو
بر اساس یه دونه فیلد خاص مرتبش میکردیم و بعد اون موقع ریترنش میکردیم. چیزی که اینجا داشتیم به این شکل بود که می اومدیم بر اساس ویو ها، بر اساس تعداد ویو ها به صورت دیسندینگ اوردرش میکردیم و بعد می اومدیم بر اساس تعداد لایک ها هم به صورت دیسندینگ مرتب میکردیم و در نتیجه رو به صورت یه لیست برمیگردوندیم. اینجا هم دقیقاً همین کارو میشه انجام داد. اینو میذارم اینجا که بتونیم تفاوت این دوتا رو با هم دیگه ببینیم. من اینو ایسینکش میکنم و چیزی که قرار ریترن کنیم به این شکله. همونطور که میبینید تنها تفاوت بین این get all by orderی که اینجا داریم و این یکی که اینجا داریم اینه که این یکی داره از to list async استفاده میکنه و این یکی داره از to list استفاده میکنه و تفاوتش اینه که این to list async که اینجا داریم توی نیم اسپیس entity framework core داره بر ما میاد. یعنی اگه برم داخلش اینجا میتونیم نیم اسپیسش رو ببینیم، اما این یکی از system.link داره میاد و این ترتیبی هم که اینجا داریم انجام میدیم ترتیبیه که دقیقاً سمت دیتابیس ما داره و همین ترتیب این کوئری ها رو میسازه و اجرا میکنه. حالا یکم جلوتر که رفتیم همه این عملیاتی که اینجا داریم انجام میدیم رو تبدیلش میکنیم به کوئری های SQL و میبینیم که موقعی که entity framework اینا رو تبدیل میکنه به SQL به چه شکلی در میاد. خب بریم سراغ متد بعدی. متد بعدی get all popular. کاری که قبلا انجام میدادیم میومدیم لیست پست ها رو بر اساس آیتم هایی که لایکشون بیشتر از 1000 تا بود یا اینکه پلتفرمشون توییتر بود اونا رو فیلترشون میکردیم و برمیگردوندیم. اگه بخوایم همین کار رو اینجا هم انجام بدیم باز هم به همین شکل میتونیم این کار رو انجام بدیم. یعنی من اینو بندازم این تو، فقط به جای underline post از underline context استفاده میکنم و dbset post و بکنم تو لیست async. الان تا اینجا تقریبا همه چی درسته. فقط تنها نکته‌ای که اینجا حواستون باید بهش باشه اینه که این پترن مچینگی که ما اینجا داریم انجام میدیم یه قابلیت سی شارپه و entity framework اینو نمیتونه تبدیلش کنه به SQL. این چیزی که اینجا ما داریم توسط خود کامپایلر سی شارپ به یه سری if و else ساده تبدیل میشه و if کور موقعی که میخواد بیاد اینو تبدیلش کنه به یه دونه کوئری چیکار میکنه؟ میاد یه چیزی به اسم اکسپرشن تری رو بررسی میکنه و میاد چک میکنه ببینه میتونه آیا این رو تبدیلش کنه به یه دونه SQL یا نه. و به خاطر اینکه این پترن مچینگ که ما اینجا داریم بخش زیادی از ساختار داخلی سی شارپ رو احتیاج داره، این کار رو نمیتونه انجام بده و SQL چیزی به اسم پترن مچینگ هم نداره. پس if کور هم نمیتونه اینو تبدیلش کنه به معادل SQLش. برای همین if کور داره به ما خطا میده و ما باید به جای این پترن مچینگ که اینجا داریم اینو بیایم از عبارت‌های قابل ترجمه به SQL استفاده کنیم. مثلا به جای این ایزی که اینجا داریم اینو بعد ورش داریم بگیم آیتم نقطه لایکس، اینم که نمیخوایم دو نقطهش رو، و به جای این اوری هم که اینجا داریم از اپراتور اور استفاده کنیم و اینم که میشه آیتم نقطه پلتفرم. اینم میتونیم یه دوتا مساوی بذاریم که مشکلش برطرف شه و اینم دیگه اینجا لازم نداریم. نکته‌ای که اینجا باید بهش حواسمون باشه اینه که همه کدایی که توی سی شارپ می‌نویسیم قابل ترجمه به SQL نیستن. if کور فقط عبارت‌هایی که بتونه به SQL تبدیل کنه رو اجرا میکنه و پترن مچینگی هم که ما استفاده می‌کردیم این قابلیت ترجمه شدن به SQL رو نداره. بنابراین نمیتونیم بیایم از سینتکسی مثل یه همچین سینتکس استفاده کنیم. بریم سراغ متد بعدی، یعنی متد سرچ. توی متد سرچ ما میومدیم چیکار می‌کردیم؟ میومدیم بر اساس اون کیوردی که داشتیم میومدیم اون رکورد رو توی اون لیستمون پیدا می‌کردیم و بعد میومدیم پراجکتش می‌کردیم به این چیزی که اینجا داریم مپش می‌کردیم و بعد تبدیلش می‌کردیم به یه دونه لیست و برش می‌گردوندیم. اینجا هم تقریبا همین کارو می‌خوایم انجام بدیم. یعنی من دوباره اینو برش می‌دارم از اینجا، به جای این underline post میذارم underline context نقطه post، این هم میکنمش تو لیست async، این هم همینجا async میکنم این متد رو. خیلی خوب. تا اینجای کار به نظر میرسه که همه چی داره درست کار میکنه، ولی اینجا هم باز دوباره باید حواسمون به این نکته باشه که ما اینجا داریم از یه چیزی استفاده میکنیم که نمیتونه به SQL ترجمه بشه و جزو چیزایی که قابل ترجمه به SQL نیست و if کور خطا میده وقتی که ما میخوایم از این متد سرچ استفاده کنیم. و خطایی هم که میده میگه که این
کانتینزی که ما اینجا داریم که یه دونه استرینگ کامپریشن داره استفاده میکنه این ساپورت نمیشه. یکی از راه حل‌ها اینه که بیایم اینو تبدیلش کنیم به حروف کوچیک. مثلا بیام اینجا بگم item نقطه content to lower و بعد بیام از متد contains به این شکل استفاده کنم. یعنی دیگه این اوورلود اینجاشو بردارم. خب و همینطور این کیوردی هم که داریم اینم تبدیلش کنم به lower case و این شکلی استفاده کنم ازش. این یکی از راه حل‌هاست. یه راه حل دیگه هم هست و استفاده از Entity Framework فانکشنه. تو Entity Framework یه سری فانکشن داریم که وقتی از اونها استفاده کنیم دیگه خودش میتونه راحت اونا رو ترجمهش کنه به SQL. یه فانکشن رو قراره که توی ویدیوهای بعدی مفصل در موردش صحبت کنیم. و یه نکته دیگه که اینجا خیلی مهمه بهش دقت داشته باشیم اینه که اینجا ما اومدیم بعد از اینکه ورمون رو نوشتیم سلکت کردیم و فقط پلتفرم و آیدی رو داریم از جدولمون میخونیمش. توی EF Core بهتره که قبل از اینکه تو لیست ایسینک رو صدا کنیم بیایم مقادیری که لازم داریم رو سلکتشون کنیم تا فقط ستون‌هایی که لازم داریم از جدول دیتابیسمون خونده بشه. اینطوری مثلا اگه یه جدول داشته باشین که مثلا 100 تا ستون داره ما همه 100 تا ستون رو که احتیاج نداریم. پس بهتره که چیزی که لازم داریم رو فقط سلکتشون کنیم. و حالا دلایل دیگه ای هم داره که بعداً که موقعی که خواستیم در مورد بینه‌سازی با هم دیگه صحبت کنیم موقع براتون توضیح میدم. خب بریم سراغ متد بعدی. متد بعدی متد کاونت. برای کاونت هم دقیقاً ما به همین نیاز داریم. کاری که بعد دوباره انجام بدیم اینه که دوباره اینجا داریم از استرینگ کامپریشن استفاده میکنیم که قابل ترجمه به SQL نیست. پس به همون روشی که برای سرچ رفتیم این کارو هم انجام میدیم. پس من اینو تبدیلش میکنم به حروف کوچیک و اینم تبدیلش میکنم به حروف کوچیک و اینجا هم به جای underline post گفتیم از underline context نقطه post استفاده میکنیم. یه فرق دیگه هم داره که الان با هم دیگه میبینیم. ولی قبلش من اینو اویتش میکنم چون به جای count قراره که از count async استفاده کنیم که متدیه که Entity Framework برای ما فراهم کرده. یعنی اگه من دوباره برم داخل این میبینیم که تو نیم اسپیس مایکروسافت نقطه Entity Framework Core قرار داره. و برای بقیه اگریگیت متد ها هم ما با همین روش پیش میریم. مثلا برای سام مثلا اینجا تعداد لایک ها رو میخواستیم بشمریم، میومدیم یه شرطی رو مشخص میکردیم و بعد تعداد لایک ها رو میشمردیم. اینجا هم تقریبا همین کار رو باید انجام بدیم. به جای سام از سام async استفاده میکنیم که خودش کار رو انجام میده. و دوباره این ایکوال هم باید تبدیل بشه به همون فرمتی که داشتیم. بریم سراغ بقیه اگریگیت فانکشن ها و این سه تا متدمون رو هم پیاده سازی کنیم و بعد بریم سراغ اجرا کردن برنامه‌مون و ببینیم که چه اتفاقی میفته وقتی اینا رو اجرا میکنیم و چه کوئری تولید میشه. خب اینجا به جای تو لیست دیگه ما میتونیم از average async استفاده کنیم. یعنی اینو من برش میذارم اینجا، یه async هم میذارم آخرش. average ویو هامون رو میخواستیم بگیریم. پس اینجا اینم مشخص میکنم. اینا رو هم دیگه احتیاجی بهشون نداریم. اینم هست همینجا میتونم مستقیم ریترنش کنم و ویتش هم که میذارم. برای مکس کامنت و مین کامنت یه کمی متفاوته. ما قبلا می اومدیم چیکار میکردیم؟ از مکس و مکس بای استفاده میکردیم که الان اگه بخوایم از همین استفاده کنیم، یعنی من اینو اگه بذارمش اینجا، الان اگه بخوایم از همین استفاده کنیم، من اینو دیگه ببندمش، میگم کانتکست نقطه پست، اینم به همین شکل، اینم به همین شکل. خب اولا این ایکوالزایی که اینجا داریم همش باید تبدیل بشه به خاطر اینکه اینا کدومشون قابل ترجمه به SQL نیستن. و یه نکته دیگه که باید بهش توجه کنیم اینه که ما تو Entity Framework Max by Async نداریم. برای Max by Async باید به این روش بریم جلو، یعنی بیایم اول اوردر بایش کنیم و بعد اولیشو بگیریم. ولی برای مکس داریم یه Max Async داریم اینجا که اگه من اینجا روش کلیک کنم ما رو میبره تو مایکروسافت Entity Framework Core. پس یا میتونیم از این روش استفاده کنیم، یعنی من اینجا اویتش کنم
یا اینکه میتونیم بیایم order by descending کنیم و با استفاده از first or default async اینجا هم اویتش میکنم، بیایم این پستمون رو برگردونیم و برای مین کامنتس هم به همین ترتیب میتونیم بریم جلو. فقط تفاوت این دوتا اینه که متد مین کامنت داره یه دونه مین کامنت DTO برمیگردونه، یکی داره یه آبجکتی از پست برمیگردونه. پس موقعی که پست مورد نظرمون رو پیدا کردیم اونو باید مپش کنیم به این مین کامنت DTO و بعد اونو ریترنش کنیم. خب حالا بریم سراغ این که ببینیم موقعی که انتیتی فریمورک میخواد اینا رو سمت دیتابیس ما اجراشون کنه چه SQL کوئری تولید میکنه براشون. با من باشین که میخوایم بریم دونه دونه اینا رو چک کنیم ببینیم که چه کوئری برای ما تولید میکنه. حالا وقتشه که بریم ببینیم وقتی که این دستورات اجرا میشن انتیتی فریمورک چه کد SQLی جنریت میکنه و اونو سمت دیتابیس اجرا میکنه. اما قبل از اون لازمه که بریم از این کلاس پست ریپوزیتوری EFی که الان درستش کردیم استفاده کنیم. برای استفاده کردنش هم کافیه که من بیام توی فایل program.cs هم اینجا که داشتم اینو رجیسترش میکردم به جای اینکه بگم به ازای هر نمونه از آی پست ریپوزیتوری بیا این پست ریپوزیتوری رو بساز، باید بگم به ازای هر آی پست ریپوزیتوری بیا آی پست ریپوزیتوری EF رو بساز که اینجا کلاسش رو درست کردیم الان. حالا کافیه که بریم اونجایی که این کلاس آی ریپوزیتوری رو اینجکتش کردیم تو این اند پوینتمون و داریم ازش استفاده میکنیم بیایم تغییراتش رو بدیم، به خاطر اینکه دیگه این متدهای ما متدهای ایسینکه و اینجا قراره که یه دونه تاسک برگردونه. برای اینکه این متدهای ایسینک رو اینجا استفاده کنیم لازمه که این متد رو بکنیمش متد ایسینک. بنابراین لازمه که این چیزی که اینجا داریم، این اکسپرشنی که اینجا داریم رو به صورت ایسینک تعریفش کنیم و برای این کافیه که یه دونه ایسینک فن اینجا بذارم و بعد موقع میتونم اینو اویتش کنم به این صورت و این کار رو برای بقیه متدها هم بعد انجام بدم. حالا اگه برنامه رو اجراش کنیم باید بتونیم نتیجه که لازم داریم رو ببینیم. الان اگه من اینجا این متد get all رو بخوام صدا بزنم کافیه که بگم /api/post و یه پیج نامبری بهش بدم، مثلا بگم صفحه 1. خب اینجا میبینید که اون رکوردایی که توی جدولمون هست رو اینجا به صورت جیسون داریم میبینیم از جدول پست توی دیتابیسی که توی ویدیو قبلی با هم دیگه ایجادش کردیم. پس نتیجهمون رو داره برمیگردونه. الان داره همه چی درست کار میکنه. موقعی که با ADO.NET کار میکردیم لازم بود که خودمون SQL کوئری رو بنویسیم، خودمون کامند رو بنویسیم، کانکشن رو خودمون بعد مدیریت میکردیم و کوئریمون رو هم خودمون بعد اجرا میکردیم. اینجا همه این اتفاقات رو انتیتی فریمورک داره برای ما هندلش میکنه. ما فقط میگیم که چی رو لازم داریم. برای اینکه نتیجه یه کوئری تولید شده رو بتونیم ببینیم میتونیم از متد تو کوئری استرینگ استفاده کنیم که این متد هم جزء اون متدهاییه که انتیتی فریمورک برای ما فراهم کرده. مثلا فرض کنید که میخوایم کوئری تولید شده رو تو کنسول ببینیم. خب میخوایم تو کنسولمون بنویسیم. پس من می‌نویسم کنسول نقطه رایت لاین و بعد اینجا می‌نویسم کانتکست پست و تو کوئری استرینگ و به همین راحتی ما میتونیم SQL جنریت شده توسط انتیتی فریمورک رو توی کنسولمون ببینیم. برای اینکه نتیجه واضح تر بشه من یه رشته هم اینجا اضافه میکنم، مثلا میگم SQL query، اینم میندازمش تو این و به این شکل. بریم برای این get all by order هم این کار رو انجام بدیم. فقط حواستون باشه که من نتیجه رو دیگه توی خروجی نمی‌نویسم، مثلا یه تو لیست ایسینک رو دیگه به اینا اضافه نمی‌کنم، به خاطر اینکه وقتی که از تو لیست ایسینک استفاده می‌کنیم اینجا دیگه کوئری ما اجرا شده است. خب و وقتی که کوئریمون اجرا میشه دیگه ما دسترسی نداریم. اما قبل از اینکه کوئریمون اجرا بشه ما میتونیم از تو کوئری استرینگ استفاده کنیم. مثلا اینجا هنوز هیچ کوئری رو اجرا نکرده، پس اگه من از تو کوئری استرینگ استفاده کنم این چیزی که اینجا داریم رو تبدیلش میکنه به یه دونه SQL کوئری و ما میتونیم اون SQL جنریت شده رو که EF کور برای ما جنریتش کرده رو اینطوری ببینیمش توی کنسول.
خب بریم یه بار برنامه رو اجرا کنیم ببینیم که SQL کوئری های ما به چه شکلی توسط Entity Framework جنریت میشن. خب من اینو بازش میکنم. اگه یه بار دیگه اینو اجراش کنم، خب همونطور که اینجا میبینید الان یه دونه SQL کوئری ما داریم، چیزی که ما اینجا مشخصش کردیم الان، و این همون سلکتی که برای ما اجرا شده. میبینید رفته سلکت کرده، آیدی، کامنت، همه ستون ها رو سلکتش کرده از جدول پست. حالا اگه بخوایم این get all by order هم ببینیم که چه شکلیه، میتونیم اینو به این شکل اجراش کنیم. فقط باید ببینیم که end pointش چیه. get all by order کافیه که من اینجا از end point sorted استفاده کنم، یعنی بگم /api/posts/sorted. این اگه اجراش کنم، حالا برای اینکه ببینیم دقیقاً چه کوئری جنریت شده، میتونیم اینو اینجا ببینیم. ببینید اول سلکتش کرده، بعد گفته که order by view به صورت descending و بعد لایک ها هم به صورت descending، یعنی دقیقاً همون چیزی که ما اینجا گفتیم. یعنی اول بر اساس ویو ها به صورت نزولی و بعد هم بر اساس لایک ها به صورت نزولی این مرتب سازی رو بر ما انجام داد که ما میتونیم اینجا این نتیجه رو ببینیم. بریم ببینیم که وقتی که سرچ میکنیم چه کوئری بر ما تولید میشه، یعنی این متد سرچ ما چجوری داره کار میکنه. اینو من میذارم اینجا، تو کوئری استرینگش میکنم و نتیجهشو میذارم توی یه دونه SQL کوئری. یه دونه بریک پوینت هم اینجا میذارم که موقعی که برنامه رو اجراش کردیم به این نقطه که رسید وایسه و ما بتونیم محتویات این SQL کوئری رو ببینیم. میذارم اینجا به این شکل. خب برای اند پوینت سرچمون کافیه که من سرچ رو صدا بزنم و بعد کیورد رو به صورت کوئری استرینگ به این پاس بدم. یعنی اینجا بگم سرچ، یه دونه علامت سوال بذارم و بعد بگم کیورد مساویه با مثلا توییتر. خب حالا اگه اینو اینترش کنم، این میاد اینجایی که من بریک پوینت گذاشتم وای میسه و من میتونم الان این تو رو ببینم که این SQL جنریت شده چه SQLی هست. اول اومده یه دونه یه چیزی تعریف کرده به اسم to lower contains، یه متغیر تعریف کرده و بعدش اومده این کوئری رو به این شکل بر ما نوشته. ببینید یه سلکت. برای اینکه دقیقاً ببینیم چیه من اینو میذارمش توی کنسول. الان این کوئری که جنریت شده بر ما به این شکله. یه سلکتیه که از اینجا بعدش داریم میبینیم. قبل از این سلکت اومده یه دونه متغیری تعریف کرده و بهش مقدار توییتر رو اساین کرده و اینجا هم به جای اینکه بیاد از توییتر استفاده کنه اومده از اون متغیر استفاده کرده. ما تقریبا شبیه به همین رو تو ADO.NET هم داشتیم موقعی که می اومدیم از SQL پارامترها استفاده می‌کردیم. پس در واقع با استفاده از این تو کوئری استرینگ ما میتونیم بفهمیم که Entity Framework چه SQLی برای ما داره جنریت میکنه. و نکته‌ای که لازمه اینجا بهش توجه کنیم اینه که این کوئری که ما نوشتیم فقط اومده دو تا مقدار رو برای ما سلکت کرده، یعنی فقط آیدی و پلتفرم رو برای ما سلکتش کرده و اینا رو به اسم پلتفرم نیم و آیدی سلکت کرده، همین چیزایی که ما اینجا بهش گفتیم. و خب این نشون میده که این پروجکشنی که ما اینجا داریم انجام میدیم چقدر چیز مهمیه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرتون رو هم تو قسمت کامنت ها برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.